تو کوررنگی داری؟ قراره که با یه تست خیلی سریع بفهمیم. باید حدس بزنی کدوم یکی از رنگا با بقیه متفاوته. بریم شروع کنیم. جواب تست اول میشه 4. تست دوم جوابش میشه 5. تست 3 جوابش 2. تست 4 شماره 3. تست 5 جوابش 1. تست 6 2 میشه. تست 7 شماره 4. تست 8 پنجمی میشه. تست 9 اولی درسته و تست 10 دومیه. اگه چند تا از جوابا رو ندیدی بهتره یه تست کوررنگی استاندارد بدی که مطمئن شی کوررنگی نداری. لینک تست هم در بایو پیج هست و یا سایت خانه کوررنگی برید و آنلاین اونجا همین الان تست بدید.